سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز ما یه دونه مستری باکس سفارش دادیم که نکنید نشونم بیارم اینه و اینو ما به قیمت 1 میلیون تومان هزینه کردیم خرید و الان میخوایم بازش کنیم ببینیم توش چیه، ببینیم توش موزه یا نه. اوکی دوستان، لایک کنیم دیگه، این پولی که ما خرجش کردیم یه چیز بشه، چیز میگن جبران بشه. اوکی بازش میکنیم. طوری هم بسته بندی کردن. بازش کنیم داخلش چیه. ما یه دونه مستری باکس سفارش دادیم که داخلش مستری باکسه. مستری باکس تو مستری باکس. توش برام چیه؟ توش یه چیز هست. یه دونه چیز دیگه برام فرستادن. چقدر باحاله. یه دونه هلیکوپتر کنترلی هم فرستادن. دمشون گرم. 1 میلیون تومان پول دادیم. چقدر چیز گرفتیم. خب دوستان این آنباکسش کنیم. چیه خدا؟ امیدوارم چیز درست باشه. فکر کنم فهمیدم چیه. خدا چرا آخه حالا این همه چیز، این همه کادو، این همه چیزای ارزون، این تحفه رو باید بندازی؟ مسخره بازی ها. 1 میلیون تومان پول دادیم واسه ما عروسک میفرستن. به به، آقا مرسا هم پشت صحنه حضور داره. آقا مرسا اینجا بشین سلام علیک با برام عکس کن. اون کاغذ رولت هم از دست در بیار. بچه اینو میبینید اینجا ما گذاشته، حالا به خاطر صندلی جونده من مشخص نمیشه کیو این ببین. حالا این از کلتو بگیر اومدتر. اینجا نوشتی مهراز. حالا فکر کنم شما باید برعکس ببینید، نمیدونم واقعا. اینم آلم یوتیوب و اینجا نوشته ساب کن، ولی شما اینو نمیبینید چون دوربین خیلی ضعیفه و اینم با ما فاصله زیادی داره، یعنی زیاد نداره ولی نمیدونم چرا نمیگیرش. اوکی دوستان، اینم یه مستری باکسی که ما 1 میلیون تومان پولش دادیم. بذار حالا هلیکوپترش تست بزنیم چطوری روشن میشه. اینجا یه آف و آن داره، روشنش کنیم چطوریه. چی چسبید به پای من. اوکی کنترلش هم که روش آف و آن داره. خدای من بذاریمش ببینیم چطوری روشن میشه. اوه چقدر باله، چقدر باله. اولش شکل وای خیلی باله. روشن نمیخوام، خاموش کردمش. بیارش. خیلی خوب بود ولی خب 1 میلیون تومان نمیاد. پول تو جیبیامون جمع کردیم اینو خریدیم. اگر روشنش کردم که خاموشش کردم. اوکی دوستان، خیلی ممنون تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردین و این مستری باکس مسخره ما هم که سفارش دادیم سرمون کلا رفت و لبو بود توش بود و آوردم آخرمون دیدیم. اوکی دوستان، خیلی ممنون تا اینجا ویدیو رو دیدین. راستی ویدیوهای قبلیمون هم ببینید، اونا خیلی خفنن ها. از دستشون من که همین الان میگم از دستشون ندید. بدرود.